مخالفان گرجستان از مقامات طلب دارند که موقتا مرز با روسیه را ببندند و یا برای شهروندان این کشور نظام روادید جاری کنند. بعضی از مخالفین و سازمان‌های غیر دولتی گرجستان از آن اظهار نگرانی کردند که حضور بخش بزرگ روس‌ها در گرجستان می‌تواند به امنیت این کشور تهدید کند. اینچنین تهدیدهایی وجود دارد که زیر بنیاد شهرهای گرجستان به اهالی بزرگ تاب نمی‌آورد. ورود عمومی روس‌ها به گرجستان پس از اعلان شدن بسیج در روسیه شروع شده، فعلا تنها به نرخ منزل تاثیر گذاشته است. مبلغ اجاره افزایش می‌یابد. اگر ماه پیش در کنار تفلیس خانه 2 حجره را با ارزش 500-600 دلار اجاره می‌گرفتید، حالا نرخ آن به 800 تا 1000 دلار بالا رفته است. کارشناسان این افزایش را سنئی میگویند، زیرا صاحبان منزل تلاش دارند از وضعیت سوء استفاده کنند، زیرا در این کشور بازار اجاره مشکل ندارد. اخیراً وزارت امور داخلی گرجستان آمار شهروندان روسیه را که از 17 تا 27 سپتامبر به این کشور وارد شدند نشر کرد. بنا به اطلاع منبع، از 78742 نفر وارد شده، الکی 62120 نفر کشور را ترک کردند. فعلا همه روزه تقریباً 11000 نفر از روسیه وارد گرجستان می شوند. چند روز قبل این آمار از 5.5 تا 7000 نفر بود.